آقا میخوام بهت یاد بدم رمز و دوربینت را خودت تغییر بدی و شخص دیگری نتونه به انتقال تصویر دوربینت دسترسی پیدا کنه. اگه تو هم میخوای امنیت دوربینت را خودت بالا ببری، با من همراه باشید. بریم روی تصویر دوربین و بهتون یاد بدم. میریم منوی اصلی، پیشرفته، کاربر، کاربر اضافه. اینجا یه نام کاربری برای خودت انتخاب میکنی. اینجا هم یه رمز قوی بهش میدی. اینجا هم تایید رمز تا بهش میدی و در پایان تایید میزنی.